سلام به همه، به خصوص فارغ التحصیل دانشگاه تهران دوست داشتنی. امروز اپیزود 7 از مجموعه Voices of Tehran Alumni رو داریم و این اپیزود زیر مجموعه ریسرچ هورایزن هستش که میام یه سری کارهای پژوهشی رو با هم بحث میکنیم. مهمون امروزم خانم دکتر مریم کریمی هستن. مریم جان صنایع دانشگاه تهران بودن لیسانس و بعدش ارشد مستقیم همونجا تو دانشگاه تهران صنایع رو ادامه میده. برای پی اچ دی توی دانشگاه IMT آتلانتیک، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، توی فرانسه پی اچ دیشون رو توی حوزه ماشین لرنینگ و اپتیمیزیشن میگیرن که میتونیم ترجمه کنیم یادگیری ماشین و اپتیمیزیشن هم بهینه سازی. و الان هم ایشون در دانشگاه فو امستردام هلند اسیستنت پروفسور هستن و فکر کنم یکی از جوان‌ترین ایرانیای هیئت علمی توی هلند باشن. مریم جان خیلی خوش اومدی، ممنونم ازت که قبول کردی و کلی خودم هم ذوق دارم که یاد بگیرم. منم سلام میکنم خدمت شما آقا نیما و همه کسایی که قراره این گفتگو رو ببینن. خیلی خوشحالم که همراهتونم. خب وقتی این ایده از طرف بچهای دانشگاه تهران مطرح شد که همچین گفتگوهایی رو با فارغ التحصیلای دانشگاه تهران انجام بدیم، برای من خیلی جالب بود و من خیلی استقبال کردم، پذیرفتم. اول از اینکه چون من یه ارقی حس می‌کنم نسبت به دانشگاه تهران، 6 سال اونجا بودم، 4 سال کارشناسی، 2 سال ارشد و یه جورایی همه خاطره هایی که داشتم تو دانشگاه تهران، چه دانشگاه فنی پایین چه بالا، ساعتایی که تو سایت میشستیم با بچه‌ها کار می‌کردیم، ریسرچ می‌کردیم، یه جورایی همه اینا تو ذهنم مرور شد، اساتید و کلاسایی که داشتیم و من خیلی خودم هیجان دارم که ببینم این گفتگو چجوری انجام میشه. امیدوارم که گفتگو خوبی باشه. خیلی عالی. خب پس میخوایم شروع بکنیم و گفتی سایت دانشگاه تهران. من فکر کنم سایت دانشگاه تهران افیشنسی کار توشون مثلا 20% بود. معمولا جمع میشدیم، خوش می‌زدیم، یه کاری هم می‌کردیم. فکر می‌کردم دانشگاه مکانیک اینجوری بوده ولی احتمالاً دانشگاه دیگه هم خیلی استثنا داره. درسته، من با شما موافقم، ولی بستگی داشت. اگه ددلاین نزدیک بود قاعدتا خب بیشتر کار می‌کردیم، ولی تایم‌های عادی آره خب بیشتر جنبه تفریح و فان هم داشت. خب موضوعی که من خواهم امروز راجع بهش صحبت کنم موضوع تز پی اچ دی هستش که تو فرانسه انجام دادم. البته یه بخشی از اون هستش. موضوع روی استفاده از تکنیک‌های ماشین لرنینگ برای الگوریتم‌های فراتکاری یا متاهیوریستیک هستش که ببینیم چه جوری میتونن اینها کمک کنن به این الگوریتم‌ها که ما بتونیم مسائل دشوار و کامبیناتوریال اپتیمیزیشن رو بهتر و افیشنت‌تر حلشون کنیم. به طور کلی مسائل اپتیمیزیشن رو ما میتونیم دو دسته تقسیمشون کنیم. یک سری مسائل هستن که حالا ممکنه کانتینیوس باشه فضاشون یا اینکه ساده‌تر هستن و اینها رو معمولا میشه با الگوریتم‌های حل دقیق حلشون کرد. الگوریتم‌های مثل برانچ اند باند، برانچ اند کات یا حتی مثلا توی پایتون میشه راحت با سولور گروبی حلشون کرد. اما یک سری مسائل دیگه هستن که حالا به عنوان کامبیناتوریال اپتیمیزیشن شناخته میشن. اینا مسائلی هستن که بیشترشون NP هاردن و مسائل NP هارد به راحتی با الگوریتم‌های اگزکت حل نمیشن، یعنی توی زمان پولینومیال حل نمیشن و برای همین برای حل این مسائل میریم سراغ یک الگوریتم‌های دیگه‌ای، یک کلاس دیگه‌ای به اسم متاهیوریستیک ها که اینا الگوریتم‌هایی هستن که اپروکسیمیتن، به شما سولوشن دقیق نمیدن ولی خب یک سولوشن خوبی به شما میدن توی یک زمان معقول. خب در عین حال ولی گارانتی نمیکنن که این سولوشن اپتیمال باشه. ولی خب برای مسائل کامبیناتوریال معمولا از الگوریتم‌های متاهیوریستیک استفاده میشه. یکی از این مسائل کامبیناتوریال اپتیمیزیشن که خیلی جزء مسائل کلاسیکی است و کاربردهای مختلفی داره تو سیستم‌های تولیدی، تو سیستم‌های هلثکر، سلامت، مسئله اسکیجولینگ هست. حالا مسئله اسکیجولینگ خط تولید رو در نظر بگیریم که از یه سری ماشین‌آلات تشکیل شده و ما قراره یک سری محصولات رو تولید کنیم و هر کدوم از این محصولات یک زمان پردازش خاصی روی ماشین‌آلات داره و سوال اینه که به چه ترتیبی، به چه اوردری ما این محصولات رو بفرستیم به سمت خط تولید، چون که این ترتیبی که اینها میرن روی ماشین‌آلات پردازش میشن روی یک سری مثلا ترتیبی که این محصولات تولید میشن روی یک سری ابجکتیو فانکشن مثل زمان تکمیل محصولات، اینکه آیا این محصولات دیو دیتی دارن بخواد تخطی بشه از اون دیو دیت یا نه، تاثیر مستقیم میگذارن. حالا مثلا ممکن خیلی ساده به نظر برسه ولی نکته‌ای که هست اینه که به محض اینکه تعداد پروداکت ها زیاد میشه فضای جواب خیلی به طور اکسپوننشیالی بزرگتر میشه و حل مسئله خیلی سخت میشه. مثلا اگر 3 تا پروداکت رو در نظر بگیرین، 3 فاکتوریال حالت مختلف میشه اینها رو اوردر کرد، یعنی فضای جواب 6 تا سولوشنه. اگر 10 تا پروداکت بشه حدود 3 میلیون حالت مختلف، 3 میلیون سولوشن مختلف و اگه مثلا 15 تا پروداکت برسه به اوردر میلیارد به 10 به توان حتی 12 ممکنه برسه و این هست باعث میشه که حل این گونه مسائل یه ذره چالش برانگیز بشه. حالا مسئله اسکیجولینگ یه کاربرد دیگه‌ای هم که داره توی سیستم‌های سلامت هستش، اینکه چطور ما بیمارهای مختلف رو به ریسورس‌های مختلف بخوایم تخصیص بدیم. حالا این ریسورس میتونه دکتر باشه، پرستار باشه، اتاق عمل باشه یا حتی زمان‌های ویزیت باشه. پس تخصیصشون به ریسورس هاست و در طی زمان، یعنی به چه تایم استاتی در واقع تخصیص داده بشه. حالا
مسئله اسکیجولینگ با توجه به اینکه توی یه پروژه اخیر خودم دارم مستقیما روی مسئله کار میکنم، یک عالمه محدودیت‌های زیادی داره که حتی باعث میشه حل کردنش سخت‌تر هم بشه. کاری که من میکنم حالا توی دپارتمان آنکولوژی هستش، اینکه بیمارها رو می‌خوایم به تریتمنت‌های خاص، کموتراپی و ایمیونوتراپی تخصیص بدیم و حالا با توجه به شرایط بیمار این درمان‌ها فرق داره. یک سری پروتکل‌ها هست، عدم قطعیت به شدت زیاده توی این سیستم چون شرایط بیمار ممکنه تغییر کنه. حالا این تریتمنت هایی که ارائه میشه بسته به یه سری تست هایی داره که از بیمار گرفته میشه، اگه اوکی باشه نتیجه اینا میرن تحت درمان، در غیر این صورت مثلا اون درمانی که داشتن کنسل میشه. یعنی خیلی این اسکیجول ممکنه دستخوش تغییرات بشه و علاوه بر اون یه سری محدودیت های ریسورس داریم که حالا حوزه هلسکر خودتون میدونید تو کل دنیا خیلی محدود ریسورس ها و هلند هم الان بحثش خیلی بیشتره و الان من میبینم که خیلی تو روزنامه ها تو مدیا بحث میشه و فاندای زیادی حتی گذاشتن برای سیستم هلسکر که ببینیم چطوری میتونیم از کپاسیتی که داریم بهتر و افیشنت‌تر استفاده بکنیم. خب این یکی دیگه از مثالای استفاده های مسئله اسکیجولینگ بود. اما خب جز مسئله اسکیجولینگ یک سری مسائل دیگه هم هستن مثل ویکل راوتینگ پرابلم VRP که شما فرض کنید یک شرکت پستی هستیم مثل DHL و میخواین تصمیم بگیرید که اوکی به چه اوردری و کدوم مشتری‌ها رو ما توی یک راوت بریم ویزیت کنیم و مثلا دلیوری رو انجام بدیم. همچنین مثلا خیلی استفاده داره تو سیستم های لاست مایل دلیوری، مثل اینکه آمازون میخواد محصولات رو دلیور کنه به مشتری‌ها، که از یه دپو شروع می‌کنیم، یه سری مشتری رو ویزیت می‌کنیم و دوباره برمیگردیم به دپو. یه مسئله دیگه هم که دوباره هست و خیلی شناخته شده از traveling salesman problem یا TSP هستش که از یک نقطه شروع می‌کنی، یه تعدادی شهر یا کاستومر تو کانتکت ویزیت می‌کنیم و دوباره برمیگردیم به نقطه اول. چیزی که مشترک بین همه این مسائل اینه که خب دیسیژن اسپیسشون، دیسیژن واریبل هاشون اینتیجر هستن، حالا یا اینتیجر یا باینری هستن 0 و 1 و فضای جواب اینها معمولا فضاییه که محدوده ولی اغلب این فضا خیلی بزرگه، یعنی به راحتی نمیشه جستجو کرد و جواب اپتیمال رو به دست آورد. درست متوجه شده باشم پس ما با یک سری مسائل سر و کار داریم که یه جورایی بسیار پیچیده هستن و در این حال راه حل بگیم تحلیلی یا ریاضی ساده ندارن که بخوایم فرمول بندی بکنیم و با یک همونجوری که گفتیم یک فضای سرچ بزرگی طرفیم. یکی می‌خواستم اگه اینو درست متوجه شدم یا نه و اگر این درسته آیا همواره اون ابجکتیو فانکشن ما، اون چیزی که می‌خوایم کلیر هست، یعنی ما میایم میدونیم که چه چیزی می‌خوایم، ما می‌خوایم این پارامتر رو اپتیمایز بکنیم، حالا دنبال به اصطلاح روش‌های گوناگون می‌گردیم یا نه ممکنه حتی مثلا مالتی ابجکتیو باشه یا یک مجموعه‌ای از سولوشن‌ها ارائه بشه. بله، راجع به سوال اول که کاملا درست میگین، یعنی اصلا جواب اینجور مسائل رو، حالا البته دسته خاصی از این مسائل که MP هارد هستن براشون یک الگوریتمی وجود نداره که بتونه توی زمان قابل قبول اصطلاحاً پولینومیال تایم بتونه یک جوابی یا جواب اپتیمال رو به ما بده. پس روش‌های دقیق برای این مسائل معمولا کار نمی‌کنه. این نکته اول. ولی راجع به ابجکتیو فانکشن هم تا حدودی درسته، چون که خب ما مسائل بهینه‌سازی رو اول مدل سازی می‌کنیم، بعدش مثلا میریم حالا حلش می‌کنیم. پس معمولا این ابجکتیو فانکشن وجود داره، حالا ممکنه یه دونه باشه، مالتی ابجکتیو باشه یا بای ابجکتیو باشه بسته به کانتکست. ولی خب در بعضی کیس‌ها هم هستش که ما نمی‌تونیم یه ابجکتیو فانکشنی که متماتیکالی بنویسیمش رو فرمولیت کنیم و تو اون شرایط هم آره اینم یه کامپلکسیتی اضافه تری هستش که میتونه اثر بذاره روی حل این مسائل. متوجه شدم، ممنون. بعد خب برای همین چون که روش دقیق معمولا روی مسائل نمیتونه جواب بده، ما میریم سراغ الگوریتم‌های متاهیوریستیک. الگوریتم متاهیوریستیک یه سری الگوریتم‌های اپروکسیمیت تقریبی هستن که میتونن یک سری سولوشن خوب به ما بدن، جواب‌های خوبی بدن و توی زمان معقول. ولی با این وجود خب هیچ گارانتی نیستش که این سولوشن اپتیمال باشن. و چجوری کار میکنن این الگوریتم‌ها؟ خب با یه سولوشن ابتدایی شروع میکنن. حالا فرض کنید همون مسئله اسکیجولینگ رو داریم، با یک اوردری از جاب‌ها شروع میکنن، این سولوشن رو به طور ایتراتیو سعی میکنن آپدیت کنن، یه ذره تغییرش میدن با یک سری هیوریستیک و در طی زمان حالا این سولوشن رو بهتر و بهترش میکنن تا حالا به یک سولوشن نهایی دست پیدا کنن. و توی این فرآیند ایتراتیو خب خیلی دیتاهای زیادی تولید میشه، اینکه چه سولوشنی رو ویزیت کردی، آیا این سولوشن فیزیبل هست، ابجکتیو فانکشن چند بوده، چقدر بوده، کدوم نواحی سرچ مثلا پرامیسینگ بوده، بهتر ما ازش سولوشن های بهتری گرفتیم، کدوم نواحی خیلی مفید نبوده یا ریداندنت بوده. پس یک سری دیتا تولید میشه. اما مشکل اینه که بیشتر متاهیوریستیک های کلاسیک، حالا سیمولیتد انیلینگ، ژنتیک خیلی شناخته شده هستن استفاده میشن، اینها نمیان از این دیتایی که تولید شده نهایت استفاده رو ببرن و معمولا اتکا میکنن به آخرین سولوشنی که ویزیت شده و اون رو با یک هیوریستیک میان تغییر میدن، یک سولوشن جدید ازش میسازن.
اگرچه خب میشه ادعا کرد که بعضی از این متاهیوریستیک ها مثل تابو سرچ و ادپتیو لارج نیبرهود سرچ اینا متاهیوریستیک هایی هستن که یک کمی حدوداً مموری دارن از قبل، ولی خب این مموریشون خیلی شورت ترمه و همچنان خیلی استفاده محدودی از دیتا میکنه. من یه سوالی باشه اینجا داشتم. من خودم یه تجربه محدودی تو استفاده از متاهیوریستیکس دارم. خب مثلا ما ژنتیک الگوریتم داریم که میاد تقریبا نچرال سلکشن و انتخاب طبیعی رو شبیه سازی میکنه. این مثلا یه متد دیگه هستش پارتیکل سوارم اپتیمیزیشن که دسته پرنده ها چجوری میرن یک مقصدی پیدا میکنن، یا فکر کنم اند کلونی اپتیمیزیشن که چجوری مورچه ها میان مسیر کوتاه رو پیدا میکنن. برداشتی همیشه داشتم بودش که خیلی از این متدها از طبیعت الگو گرفته شده. خواستم ببینم که آیا این یک به اصطلاح ویژگی جنرال هستش به خاطر اینکه ذات این مسائل پیچیده است و نمیتونیم مثلا تحلیل حلش بکنیم اینجوریه، یا نه متدهای بسیار متنوعی داریم تو این زمینه؟ خب درسته، دقیقاً خیلی از این متدها بر اساس طبیعت، بیولوژی یا فیزیک در واقع ایدیاش از اونجا گرفته شده، ولی خب الان حالا تو فیلد ما یک موجی هم راه افتاده که خیلی هم میان یه سری متاهیوریستیک های جدیدی ارائه میدن که به اصطلاح ما به اینها میگیم متافور بیسن، یعنی بر اساس طبیعتن. و مثلا هر روز شما میبینید یه الگوریتم جدیدی توسعه پیدا شده، الگوریتم های بت، فایرفلای، ویل و اینها. خب یک سری افراد تو کامیونیتی هستن که کاملا کریتیکال هستن نسبت به این متدها، چون که میگن که اولا که اینا هیچ ساینتیفیک ناولتی نداره و ما داره در واقع یه سری لنگویجی استفاده میشه که حالا خیلی مختص این فیلد نیست و خیلی موافق این متدها نیستن. از طرف دیگه یه سری افراد خب اینا رو معرفی میکنن و خب خیلی بهشون سایت میشه و اعتبار علمی میگیرن از این طریق. خب یه دو دستگی هست. من خودم به شخصه موافق این متدهای جدید خیلی نیستم، چون که حقیقتا توی اینکه چقدر آورده دادن، چقدر ایمپروو میکنن متدهای قبلی رو، هنوز چیز دلیل مستندی واسش وجود نداره. ولی خب درست میفرمایید، یعنی این شکلیه. آره میتونم درک کنم که احتمالاً خوب سایت بخورن مقالات، چون حداقل تاپیک جذابی هستن که شما یک الگویی رو بگیری و بگی که من با این الگو از طبیعت اومدم حالا این مسئله رو حل کردم. جالب. بله. خب حالا این متاهیوریستیک‌ها گفتیم خیلی محدود از دیتا استفاده میکنن، در صورتی که این دیتا ممکنه خیلی ریچ باشه، ممکنه خیلی به ما اینفورمیشن و نالج بده که ما بتونیم استفاده کنیم که این متاهیوریستیک رو بهبودش بدیم. مثلا اینکه اگه نگاه کنیم به سولوشن هایی که قبلا جنریت شده، میتونیم ویژگی‌هاشو نگاه کنیم ببینیم چه سولوشن هایی خوب بودن یا چه چیزی سولوشن خوب رو از بد تفکیک میکنه، یا مثلا چه نواحی از سرچی مور پرامیسینگ بودن یا چه نواحی خیلی خوب نبودن. و این دقیقاً ایده بیس لرنینگ بیس متاهیوریستیک ها هستش که ما بیایم ماشین لرنینگ رو استفاده کنیم توی متاهیوریستیک ها برای اینکه بتونیم یک دانش رو به وجود بیاریم بر اساس دیتا که ما بتونیم اون متاهیوریستیک رو بهتر گاید کنیم که حالا یا سریعتر به ما جواب بده یا اسمارت‌تر بشه یا سولوشن بهتری به ما بده. خب حالا این چیزایی که از الان به بعد میگم بر اساس یکی از پیپرهایی هستش که تو پی اچ دی انجام دادم که حالا چیزی که می‌بینیم اینجا اینه که این ایده لرنینگ بیس متاهیوریستیک ها حدوداً از سال 2000 شروع شده و یک ترند کاملا واضحی رو می‌بینیم مثلا تو سال‌های اخیر. حالا علت اینکه این نمودار نشون میده تو 2021 کمه این ترند به خاطر اینکه پیپر تو 2021 چاپ شده بود، خب دیگه آپدیت نشده. ولی خب همونطور که می‌بینیم یه ترندی هست تو سال‌های اخیر. دقیقاً زمانی که من پی اچ دیمو شروع کردم این موضوع خیلی موضوع داغی بود و همه کار می‌کردن روی این موضوع. حالا این نکته جالبی هم که شاید راجع به این پیپرم باشه، من زمانی که ایده این پیپر رو دادم، اصلا زمانی که پی اچ دی رو شروع کردم خیلی بک‌گراند ماشین لرنینگی نداشتم و برام خب سخت بود، یعنی حدود 6-7 ماه رو گذاشتم که بتونم ریویو کنم ببینم چه تکنیکایی هست، چه کارهایی شده تو این حوزه و نوت برمی داشتم بیشتر از اینا. بعد 6-7 ماه تصمیم گرفتم، حالا با سوپروایزر اصلی مطرح کردم که اوکی ما بیایم اینها رو، این نوت ها رو به یک پیپر ریویو یا سروی تبدیل کنیم. خب سوپروایزرم اون موقع خیلی موافق نبود و علتش هم این بود که پیپر های ریویو رو کسی میده که اکسپرت توی اون فیلد، چندین سال کار کرده، میتونه نظر بده، میتونه اینسایت بده. خب من حقیقتا خیلی دانشجو خوبی نبودم، به حرفش گوش نکردم و اون زمان کووید بود. خب بیشتر ما از خونه کار می‌کردیم، فرانسه هم قرنطینه بود و معمولا آفیس نمی‌رفتیم. من کاری که کردم توی وقت اضافه‌ام اومدم شروع کردم که این نوتامو به شکل یک پیپر درآوردم. بعد که تموم شد کار بردم جلو اساتیدم گذاشتم و گفتم که اوکی این یه پیپر آماده است، حالا همچنان مخالفین یعنی سابمیت نکنیم دیگه. حالا با کلی بحث و دیسکاشن و اینا قرار شد پیپر رو سابمیت کنیم. اونجایی که ما سابمیت می‌کردیم ژورنال ایجور هست که پیپر هایی که حالت ریویو داره اینوایتدن، یعنی خودشون به یک سری اکسپرت اپروچ میکنن و میگن که آقا شما مثلا روی این حوزه یک اینوایتد ریویو بده. ولی خب ما چون از این طریق نرفته بودیم خودمون پیپر رو سابمیت کردیم، حدود 1 ماهی طول کشید تا به ما نظر بدن که اوکی مثلا میتونیم پیپرتون رو در نظر بگیریم یا نه. که حالا نتیجه‌ای که ما بعد 1 ماه گرفتیم خیلی سورپرایزینگ بود، اینکه پیپر رو بدون هیچ میجر ریویژن و
با یک ماینر ریویژن که در حد تایپو و ارورهای تایپی بود اکسپت کردن تو ژورنال و خب سوپروایزر اولین کسی بود که خیلی سورپرایز شده بود از این موضوع، ولی بعداً خب خیلی خوشحال بودیم. و نکته‌ای که حالا هستش اینه که این موضوع انقدر موضوع داغی هست که این پیپر من فکر کنم چند روز پیش چک می‌کردم هنوز جزء موست ها توی این ژورنال باشه، یه زمانی حتی جزء موست دانلودد ها هم بود. شاخ به شاخ شدن با سوپروایزر پی اچ دی شمشیر دولبه است. اگر جواب بده اون سمتش کلی اعتماد و کلی اتفاقا کارهای بعدی از پسش میاد. اگه 1% خدا نکرده جواب نده ممکنه دیگه بقیه پی اچ دی همش سرپایین باشه، ولی تو کیس شما معلومه که جواب بده. دقیقاً. حالا من یه خوششانس بودم جواب داد. بله. عالی. بعد خب حالا این لرنینگ بیس متاهیوریستیک ها چی هستن؟ اصلا ماشین لرنینگ به چه طریقی میتونه به الگوریتم های متاهیوریستیک کمک کنه؟ من 4 تا روش جنرال رو میگم، حالا بعدش یه ذره اسپسیفیک تر میشم توش. اولین جایی که میتونه کمک کنه با دیتا دریون دیسیژن میکینگ هستش. خب تو الگوریتم متاهیوریستیک وقتی شما میخوای کار کنی، شروع کنی یک الگوریتم توسعه بدی برای مسئله که داری، مثلا بگیم همون اسکیجولینگ پرابلم، اول اصلا باید تصمیم بگیری کدوم متاهیوریستیک، چون خیلی متاهیوریستیک های زیادی هست که مثلا عملکردشون با هم فرق میکنه. و بعد از اینکه متاهیوریستیک رو انتخاب کردی بعد بگی کدوم هیوریستیک ها داخل اون متاهیوریستیک باشه و بعد از اون یک سری پارامتر داره که باید تیون بشه و همه اینها معمولا توسط یوزر انجام میشه که حالا یوزر ممکنه یک شخصی باشه که اکسپرت، یک نالجی داره، یا ممکنه طبق ادبیات موضوع بیاد بگه اوکی واسه این تیپ مسائل این متاهیوریستیک خوبه یا این لول پارامتر خوبه. اما یک مشکلی که هست اینه که اکسپرت نالج یا لیترچر همیشه ممکنه موجود نباشه. یعنی شما ممکنه یک مسئله جدیدی داری استفاده می‌کنی که هیچ لیترچری روش نیست، یا حتی در مواقعی که موجودم هست ممکنه اپتیمال نباشه چون نالج ممکنه خیلی سابجکتیو باشه. برای همین تو اینجور مواقع ما میتونیم به جای اینکه از اکسپرت نالج استفاده کنیم، یا اینکه بذارین درست‌تر بگم نه به جای ولی همراه با اکسپرت نالج، ما همچنین استفاده کنیم از تکنیک‌های ماشین لرنینگ که با استفاده از دیتایی که داریم و بر اساس اون اکسپریانسی که این متدها روش کار میکنن میتونن ما بگن اوکی واسه این مسئله این متاهیوریستیک بهتره، یا واسه این تیپ مسائل این هیوریستیک ها بهتره، یا این پارامتر داره. پس یه جور اینجا اتکامون به دانش انسان رو یه ذره کمتر میکنیم و این خیلی خوبه چون اجازه میده که هر کسی تو هر لول دانشی که هست بتونه از متاهیوریستیک شروع کنه و به یه طریق خوبی استفاده بکنه. دومی روشی که وجود داره اینه که خب گاهی اوقات مسائل متاهیوریستیک خیلی مسائل کامبیناتوریال اپتیمیزیشن همونجور که گفتیم سولوشن اسپیسشون خیلی بزرگه و برای اینکه شما بخوای کلشو بگردی خیلی زمان میبره و یک هیوی کامپیوتیشن داریم. گاهی وقتا ابجکتیو فانکشن خیلی سخته و شما وقتی متاهیوریستیک مثل ژنتیک داری که یه پاپولیشن یا سولوشن رو باید بررسی کنی، تو هر ایتریشن کلی باید زمان بذاری که ابجکتیو هر سولوشن رو در بیاری و این ممکنه خیلی زمان بر باشه. تو این جور مواقع خب ماشین لرنینگ میتونه یه سری کمک‌هایی بکنه. مثلا میتونه از اپروکسیمیشن استفاده بکنه برای اینکه ابجکتیو فانکشن اوریجینال رو ریپلیس کنیم با یه ابجکتیو فانکشنی که ساده‌تر هستش. یا مثلا میتونه به جای اینکه ما کل فضای سرچ رو بخوایم بگردیم تمرکزمون رو بذاریم روی یک بخش و اینجوری سرچ اسپیسمون رو در واقع یه جورایی محدودترش بکنیم. خب اینجا چیزی که هست میتونه باعث بشه که این کامپیوتیشنال ایفورت کمتر بشه، ولی در عین حال خب خود ماشین لرنینگ یه سری ترینینگ احتیاج داره، باید دیتا جمع بکنیم، یعنی کامپیوتیشنال ایفورت رو از یه طرف دیگه میبره بالا. پس در واقع چیزی هستش که ما باید یه جورایی بالانس کنیم، اینکه چقدر افورت بذاریم واسه ترینینگ، واسه تیونینگ، واسه دیتا کالکشن و اینجور چیزها و چقدر پرفورمنس ما یعنی در آخر ممکنه بگیریم از اون ماشین لرنینگ. پس یه ذره دقیقاً بالانس بین اون کامپیوتیشنال ایفورت و پرفورمنس گینی که خواهیم داشت. روش سومی که میتونه کانتریبیوت کنه ماشین لرنینگ از طریق ریل تایم ادپتیشن. خب فضای جواب توی مسائل کامبیناتوریال معمولا نان استیشنری. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یه هیوریستیکی که اول سرچ خیلی خوب کار میکنه ممکنه اواخر سرچ خیلی خوب کار نکنه و تو این شرایط و معمولا تصمیمایی که تو متاهیوریستیک گرفته میشه استاتیک هستن. مثلا شما یه پارامتر رو ست میکنی از اول تا آخر از همون لول پارامتر استفاده میکنی، ولی خب این دیسیژن های استاتیک ممکنه خیلی افیشنت نباشن چون همونجوری که گفتم عملکردشون فرق میکنه بسته به ناحیه داشتم راجع به اصطلاح بگیم شاید داینامیک بودن این متدها. یکی این که آیا این داینامیک بودن در طول زمان رخ میده؟ بیایم بریم روی یکی از مثال DHL. شما بعد یک سری بسته دلیور بکنی و احتمالاً یک سری اوردر دائم داره اضافه میشه. آیا ما داریم این داینامیک بودن رو در نظر میگیریم که دائم مسئله داره اینپوت های جدید میگیره و شما باید الگوریتم رو آپدیت بکنی، یا نه شما مسئله‌تون به اصطلاح فیکسه؟ حالا اینکه ما میایم چجوری اون به اصطلاح سولوشن بهینه رو پیدا میکنیم، تو اون نحوه پیدا کردن داینامیک خواهیم بود از با توجه به ابزار. این سوال خیلی خوبیه. حالا توی این کیس اینه که ما داریم یک مسئله فیکس رو حل میکنیم
فرض کنید یک مسئله اسکیجولینگ برای شرکت رو، ولی حالا میخوایم بگیم از اول تا آخر که شروع میکنیم با سولوشن اولیه تا اینکه ما انتها به یک سولوشن برسیم، اون فضایی که اون متاهیوریستیک طی میکنه اونجا دیسیژن ها داینامیکه. یعنی در واقع میشه کیس دومی که شما گفتین. یعنی میتونیم یه حالت ساده شد بگیم مثلا یه روز DHL من میخوام چجوری دلیور بکنم، این فیکسه، وقتی میایم حلش بکنیم ممکنه مثلا میگم با الگوریتم ژنتیک شروع بکنیم و وسط پیدا کردن سولوشن ممکنه حتی الگوریتم رو عوض بکنیم، بریم مثلا از الگوریتم حالا فکر می‌کنم این که شما می‌بینید باز یه استپ جنرال تره. چیزی که من می‌بینم که الگوریتم ثابت میمونه، یعنی فریم ورک ثابته، فقط دیسیژن هایی که تو فریم ورک میگیریم اونا حالت داینامیک میشه. مثلا چه هیوریستیکی استفاده بشه، چه میوتیشنی استفاده بشه، چه پارامتری داشته باشه، یعنی تیون کردن الگوریتم به صورت داینامیک انجام بشه. متوجه شدم. و خب این داینامیک بودن خیلی کمک میکنه که الگوریتم افیشنت تر بشه و به اصطلاح خودش رو ادپت کنه به شرایط مسئله توی لحظه. و روش آخری که میتونه کمک کنه برای اینه که اوکی مثلا ما تو همون کیس DHL اگر بیایم مسائل مختلف رو حل کنیم، شاید روزی 1000 تا VRP مختلف لازم باشه حل بکنیم و کاری که معمولا انجام میشه اینه که از صفر شروع میشه با یک اینیشیال سولوشن و سعی می‌کنیم اون رو آپدیت کنیم و بهتر کنیم. یعنی برای هر مسئله ما تقریبا از صفر شروع می‌کنیم. ولی ایده اینجا اینه که خب به جای اینکه این کارو بکنیم، چرا خب این همه ما مسئله VRP رو داریم حل می‌کنیم، چرا سعی نکنیم یه اکسپریانسی از این مسائل در بیاریم و تزریق کنیم به مسئله جدیدی که می‌خوایم حل کنیم، طوری که از صفر دیگه شروع نکنیم. و اینجا همون چیزی که ما بهش میگیم generalize from past experience. و این خب خیلی کمک میکنه اول اینکه مسئله بهتر حل بشه، خیلی زمان سیو میکنه. اگه شما یه شرکتی هستی که یک بار در روز VRP سالو میکنی، اوکی شاید خیلی تاثیرش رو نبینی، ولی اگه شرکت لاجستیکی هستی که روزی 1000 تا مسئله رو باید سالو کنی، بعد اون موقع ایمپکتی که میذاره روی زمان حل خیلی بزرگ خواهد بود. و خب ماشین لرنینگ میتونه کمک کنه تا یه همچین ایده‌هایی رو از دیتاهای قبلی، از مسائل قبلی بگیریم و بتونیم بعداً استفادهش کنیم. خب من تک تک تو این موارد نمیرم چون هر کدومش خیلی طولانیه و چیزهای مختلفی برای گفتن هست، ولی من فقط میخوام امروز اشاره کنم به اپراتور سلکشن و اگر وقت بشه یه کاتگوری دیگه. خب حالا اپراتور سلکشن چی هست؟ ما گفتیم برای مسئله اسکیجولینگ سولوشن یک اوردری از جاب هاست که حالا همونجور که اینجا میبینیم ما اگر پوینتر منو بتونیم ببینیم، اینجا ما با یک سولوشن اولیه شروع می‌کنیم و سعی می‌کنیم این سولوشن رو هی تغییر و ایمپرووش بدیم. ولی این کارو به وسیله یک سری هیوریستیک انجام میدیم که حالا شما اینجا 3 تا هیوریستیک می‌بینین: اینزرشن، سواب و ریورژن. اینزرشن چیه؟ اینه که یک جابی رو، یک المنتی از سولوشن رو از یک جای برمی‌داریم و یک جای دیگه سولوشن می‌ذاریم، در صورتی که بقیه سولوشن همونجوری ثابت باقی میمونه. سواب می‌تونیم داشته باشیم 2 تا جاب رو انتخاب می‌کنیم، جاشون رو عوض می‌کنیم تو سولوشن و این باعث میشه به یک سولوشن جدید برسیم. و همینطور ریورژن 2 تا سولوشن رو انتخاب می‌کنیم و اوردر بینشون رو ریورس می‌کنیم و در نهایت به همچین سولوشنی میرسیم. پس اپراتورها یا هیوریستیک‌های مختلفی وجود داره داخل متاهیوریستیک. حالا بسته به نوع مسئله، این مسائل پرمیوتیشن بیسد هستن و اینزرشن، سواب و ریورژن جزء 3 تا اپراتور کلاسیکه. حالا با توجه به اینکه ما 3 تا هیوریستیک داریم، تو هر ایتریشن کدوم هیوریستیک رو انتخاب کنیم، کدومش بهتر عمل میکنه، چون اینا مستقیما اثر میذاره رو پرفورمنس الگوریتم ما و سولوشن هایی که میسازیم. خب حالا جوری که توی لیترچر معمولا این دیسیژن گرفته میشه، یا بر اساس لیترچر معمولا میگن که اوکی این تایپ هیوریستیک بهتره برای مسائل، کلا اصلا از این هیوریستیک استفاده کنیم، یا اینکه دوباره اکسپرت نالج یا ترایل اند ارور، شما میای همه رو انتخاب میکنید توی ایتریشن، میبینی مثلا اینزرشن، سواب، ریورژن کدومش به تو سولوشن بهتری میده و با اون جلو میری. ولی خب این خیلی این روش‌ها خیلی افیشنت نیستن و ما میتونیم در واقع اینا خیلی بلایند هستن و ما میتونیم با استفاده از ماشین لرنینگ بیایم اینجا اسمارت تر کنیم الگوریتم و سلکشن اپراتورها رو. حالا ایده چیه؟ من خودم یک کاری که انجام دادم تو این حوزه یک کار تکنیکالی بوده که اومدیم یک کیو لرنینگ، الگوریتم ریینفورسمنت لرنینگ رو استفاده کردیم برای اینکه ببینیم تو هر مقطع سرچ کدوم هیوریستیک بهترین هیوریستیکه که اعمال بشه رو سولوشن. و اپلیکیشنی که داشتیم روی مسئله اسکیجولینگ بود. حالا پرمیوتیشن فلو شارت اسکیجولینگ یه حالت خاص‌تری از این مسئله است که میگه همه جاب ها باید روی همه ماشین ها روی یک اوردر یکسان برن، ولی باز اینکه به چه اوردری برن این در واقع سوال مسئله است. خیلی جالبه. من خودم یه تجربه کار با کیو لرنینگ توی کانتکست مطالعات رفتاری برای انسان‌ها، مثلا توی دیسیژن میکینگ و نحوه تصمیم گیری یکم اونجا کار انجام دادم و شاید تو این کانتکست کیو لرنینگ رو ندیده بودم. آیا یک مثلا بگم تناظر یک به یکی وجود داره که یکم بتونیم اینو ملموس ترش بکنیم؟
خب ببینید فکر کنم یه بیشتر باید توضیح بدم راجع به الگوریتم. جوری که ما کیو لرنینگ رو استفاده کردیم، خب کیو لرنینگ اصلا چیه؟ اصلا با استفاده از کیو لرنینگ ما میایم در اینتراکشن هستیم با یک محیط داینامیک و میخوایم توی هر لحظه بر اساس استیت اون محیطمون بهترین دیسیژن رو بگیریم. پس به یه جورایی داینامیکه و بر اساس سیستم ریوارد و پانیشمنت کار میکنه دیگه. شما اگه ریوارد بگیری اون اکشن ها اون دیسیژن ها رو رینفورس میکنی، اگه پانیشمنت بگیری سعی میکنی دیگه تکرارشون نکنی. و دقیقاً حالا کاری که ما اینجا کردیم اینه که خب دیسیژن چیه تو این حالت؟ اینه که چه هیوریستیکی انتخاب بشه. پس ما اونها رو دیسیژن ها و اکشن هامون گرفتیم. ولی استیت چیه؟ خب ما داریم یک الگوریتم متاریستیک استفاده میکنیم. استیت چی میتونه باشه؟ اینه که حالا جوری که من تعریف کردم و خیلی ساده هم هستش، اینه که توی هر لحظه اگر ما استاک شدیم توی لوکال اپتیمومی، توی یک سولوشنی که خوبه ولی لوکاله، هنوز گلوبال و بهترین سولوشن نیست. اگر ما استاک شدیم توی این سولوشن، یعنی که ما یک اپراتوری میخوایم که سولوشنمون رو پرتورب کنه و بندازه بیرون از این لوکال اپتیموم. و اگر استاک شدیم یک اپراتوری میخوایم که بیشتر سولوشن رو پرتورب کنه، یک اپراتور قوی تر. ولی اگر مثلا استیتمون اینه که ما داریم همینجوری میریم جلو، ایمپروومنت داریم تو هر ایتریشن، به این معنیه که ما استاک نشدیم توی لوکال اپتیموم و در نتیجه شاید خیلی پرتوربیشن قوی احتیاج نداشته باشیم، چون میدونیم پرتوربیشن جوری که سولوشن کلا به هم میریزه و دوباره بازسازیش و تبدیلش به یه سولوشن خوب خیلی زمان بره. پس یعنی با استفاده از این استیت سرچ میگیم آیا ما یه اپراتور قوی تر میخوایم یا یه پرتوربیشن ریزی میخوایم صرفا برای اینکه سولوشن رو یه کوچولو تغییر بدیم. حالا این تو این کانتکست استفاده شده، ولی خب فکر کنم حالا تو کانتکست شما یکم متفاوت تر باشه. اگه بخوام یکم شبیه سازی بکنم انگاری اینجوری میشه که حالا ما یک مثلا حالا یه موش توی میز داریم یا حالا یه آدمی داریم که باید بره و یک سری ریوارد رو جمع بکنه. انگاری ما داریم بهش میگیم که تو هر مسئله بیا از چه ابزاری استفاده کنه. ابزار فکر کنم میشه اون هیوریستیکی که ممکنه متفاوت بشه با توجه به اون استیتی که درش هست. آره دقیقاً. خب حالا این یه معرفی کوتاهی راجع به این متد، چون که نمیخوام خیلی هم تکنیکال باشه، اما یه سری ریزالت ببینیم آیا در واقعیت واقعا ماشین لرنینگ تونسته کاری بکنه، تونسته ایمپروومنتی بیاره، یا اینکه صرفا خیلی ترندیه و حالا مثلا من هم استفادهش کردم. کاری که کردیم اینه که الگوریتمی که ما توسعه دادیم، حالا بهش میگم QIG، از این به بعد مقایسهش کردم با یک سری استیت آف دی آرت برای این مسئله تو لیترچر که همشون هم خیلی الگوریتم‌های قوی هستن و جالبه بدونیم برای مسئله فلوچارت اسکیجولینگ الگوریتم‌ها خیلی کامپتیتیوان. یعنی اگه به گپ ها نگاه کنین، گپ ها خیلی کمن و شما اگه یه اپسیلون حتی بتونیم گپ رو ایمپروو بدی خیلی کار بزرگیه، چون که میگم کامپتیشن خیلی زیاده. خب نتیجه‌ای که ما گرفتیم، اول حالا مثلا دو تا پرابلم اینستنس مختلفه که خیلی هم بزرگن قاعدتاً، برای همین ما رفتیم از متاریستیک استفاده کردیم. چیزی که می‌بینیم اینه که QIG که حالا این پلات آبی هستش خیلی سریعتر کانورژ پیدا می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی از 0 شروع کنید تا 100 که این اینستنس رو حل کنی، تقریبا تو 10% اول سرچ شما به یه جواب خیلی خوب میرسی. یعنی توی زمان خوب به یه جواب خیلی خوب میرسی در مقایسه با متدهای دیگه. خب این یه نتیجه‌ای بود که ما با اضافه کردن ماشین لرنینگ دیدیم. دومین چیزی که دیدیم، حالا اینجا یه سری عدد و رقمه ولی من خلاصش میکنم، اینه که دیدیم متد ما میتونه الگوریتم‌های استیت آف دی آرت رو در مقایسه با، یعنی در رابطه با گپی که در مقایسه با اپتیمال سولوشن داریم، بتونه اینها رو بهبود بده. حالا مثلا این ایتریتد گریدیه که 2007 توسط رویز ارائه شد که خیلی رفرنس موثقی برای الگوریتم‌های دیگه، تقریبا ما تونستیم اون رو روی کل دیتا ست ها این اوریج 66% ایمپروو بریم و این خیلی عدد بزرگه. یا حتی آخرین الگوریتم‌هایی که خیلی خوب کار میکنن حدود 30% ایمپروومنت داشتن روی پرفورمنسشون، رو سولوشن کوالیتی که میگیرن. علاوه بر اون خب این گپ رو تونستیم کم کنیم. علاوه بر اون چیزی که حالا اینجا می‌بینیم، اینجا دوباره واسه یک مسئله یک مثال خاص، ما نه تنها گپ کمتری داریم که اگه این گپ باشه این الگوریتم ما که گپش کمتره، بلکه استاندارد دیوییشن بین سولوشن ها هم پایین‌تره که به اصطلاح ما میگیم روباسته. حالا این به چه معنیه؟ وقتی شما یک مسئله رو شروع می‌کنی حل کنی با متاریستیک، خیلی جا رندومنس وجود داره. یعنی الگوریتم استوکاستیک، دترمینیستیک نیست. ممکنه یه مسئله رو 30 بار حلش بکنی و هر 30 بار به سولوشن‌های مختلف برسی. ولی خب این که سولوشن ها خیلی نزدیک به هم باشن، کانزیستنت باشن، این میشه روباستنس الگوریتم که خیلی دوباره اهمیت پیدا میکنه. گفتم اگه مثلا هر روز بخوای یک مسئله رو حل کنی. یه سوالی، آیا این بگیم حالا استابیلیتی سولوشنی که پیدا میکنه این متد، آیا میتونیم به این نسبتش بدیم که یک سری شاید بگیم پترن ها در اون پرابلم پیدا شده؟ و خب همیشه سوالی میشه که شاید مثلا یکم سوال جنرال تری باشه، مثل بحث LLM ها و حالا چت جی پی تی خیلی بحث میکنن که چه جوری اون پترن ها داره پیدا میشه و آیا میتونیم دسترسی داشته باشیم و بفهمیم که آیا واقعا یک پترن پیدا شده و اگه پیدا شده اون پترن چیه که ما بهش دسترسی نداشتیم، برای این الگوریتم کشفش کرده و تونسته با توجه به کشف اون الگوریتم
کشف الگو یک حالت استیبل تری از سولوشن ها رو ارائه بده. فکر می‌کنم این حرفی که میگین درسته. حالا من خودم اکسپریمنتی مستقیم انجام ندادم که اینو ثابت کنم، ولی خب وقتی یه الگوریتمی که پشتش یعنی هیوریستیکا جوری انجام میشه، جوری انتخاب میشه که ادپت میشه در لحظه، دیگه مهم نیست حتی اگه یه کوچولو نویز یا رندومنس هم داشته باشی، باز مسیر خودش رو پیدا میکنه و میره به سمت یه سولوشن خوب. پس ممکنه به قول شما یه سری پترن هایی باشه، یه سری رولایی هست که پیدا میشه بر اساس این ادپتیونس و باعث میشه که در آخر همه سولوشن ها هر چند بارم حل کنی، فارغ از اینکه از چه اینیشیال سولوشنی شروع بکنی، بازم مثلا خوب باشه. آره فکر می‌کنم حرفتون کاملا درسته. و یه نکته دیگه‌ای که هست، خب گفتم هر جا ماشین لرنینگ اضافه میشه خب کامپلکسیتی داره، ولی نکته که اینجا هستش اینه که کیو لرنینگ معمولاً به آفلاین ترینینگ، حالا تو این کیس به آفلاین ترینینگ احتیاج نداره. یعنی من شروع کردم یک مسئله رو حل کردم و همزمان با حل یک کیو لرنینگ شروع کرده یاد گرفتن و تقریبا مثلا میشه گفت 20% اول سری 30% که شده دیگه یاد گرفته که چه جوری انتخاب کنه و از اونجا به بعد دیگه انتخابش یک منطقی داره پشتش. پس این دوباره خیلی مهمه، چون حتی اگه تئوریتیکال کامپلکسیتیش هم حساب کنم O1 یعنی به سایز مسئله ربط نداره، حتی اگه مسئله خیلی بزرگم حل کنم بازم اورهدم خیلی کوچیکه. و حتی این پرکتیس وقتی روی مسائل امتحان کردم دیدم که سولوشن های بهتری حتی توی تایم ثابت میتونم بگیرم. پس یعنی این اوورهد یه چیز تئوریتیکاله، حتی تو پرکتیس ممکنه باز فرق داشته باشه. و حالا کارهای تکنیکال دیگه هم هستش، اگه علاقه داشته باشین میتونید اسکن کنید، دو تا پیپر دیگه هستش، هنوز یکیشون رو آرکایو ریویژن خورده ولی خب میتونین اونها هم مطالعه کنید اگه علاقه داشتین. و در آخر من میخوام بحث رو جمع‌بندی بکنم، اگر سوالی هست شما بفرمایید. ما خیلی لذت بردم واقعا. بخوام یه سوال کلی بپرسم که احتمالاً شاید تو جمع‌بندی خودت هم بوده باشه، اینه که یکم بیایم حالا قضیه رو پولی‌ترش بکنیم، به این معنا که آیا من برداشتی دارم همون باز میگم مثال DHL یا مثال هلثکر که مثلا چقدر میتونه لود روی سیستم ایجاد بکنه اون اسکیجولینگ و بهینه کردنش چقدر میتونه واقعا سود مالی داشته باشه. آیا میتونی به ما یه سری عدد رقم بدی اگر همین الان داره استفاده میشه، یا میدونی میخوام بدونم که این ریسرچ در دنیای واقعی الان کجاست؟ آیا مثلا سیستم های بهداشت کشورها شروع کردن از این استفاده بکنن، یا مثلا کمپانی میشناسی که مثلا بگیم برفرض اینقدر درصد افزایش رونیو داشته به خاطر آپدیت کردن الگوریتمش، خب اون یکم حس رو به دست بیارم. خب شاید عدد و رقم دادن خیلی کار ساده‌ای نباشه، ولی طبق چیزی که حالا خودم در ارتباطم رو میدونم، حالا ما با یه سری شرکت‌های کانسالتنسی در ارتباطیم که میان این مسائل رو برای شرکت‌های مثل DHL یا شرکت‌های دیگه حل میکنن و خب اینها خیلی وقته که رفتن به سمت استفاده از تکنیک‌های ماشین لرنینگ. حالا میتونه واسه فورکاستینگ باشه، میتونه برای همین اپتیمیزیشن باشه و من میبینم که واقعا استفاده میکنن توی روش‌های حلشون. حالا یه چیز دیگه هم که خودم گفتم، پروژه‌ای که خودم کار میکنم یک بیمارستانی هستش که توی آمستردام هست و دو تا بیمارستان دیگه تو بلژیک هستن که حالت یونیورسیتی هاسپیتالن، یعنی کارهای ریسرچ هم انجام میدن و خب برای اونام خیلی جالب بود، چون دقیقاً چیزی که اولین بار اومدن گفتن اینه که آقا ما مشکل داریم، یه ویتینگ لیست خیلی طولانی داریم برای بیمارای که سرطان دارن و دیگه اونجا یه جورایی عدد و رقم نیست، واقعا یک شخصیه که زندگیش داره تحت تاثیر قرار میگیره و خب براشون خیلی جالب بود و الان تو مرحله هستن که داریم اکسپلور میکنیم ببینیم چطوری میتونه استفاده بشه. یعنی حس میکنم اگر گینش رو ببینن شرکت ها و سیستم ها، خب استفادهش هم بهتر میشه، یعنی بیشتر میشه، ولی خب همزمان یه سری چالش هم داره که حالا من بهش اشاره میکنم به چالش ها. من طبق تجربه‌ای که دارم، طبق این مقاله ریویوی که دادم، حالا خیلی آرتیکل خوندم، خودم 4-5 تا کار تکنیکال کردم، میتونم بگم آره واقعا گین داره، ولی واقعا بستگی داره به اینکه رو چه مسئله‌ای شما داری این کارو انجام میدی، چه ماشین لرنینگ تکنیکی برای چه هدفی، چه جوری ماشین لرنینگ رو تیونش و خب نمیشه گفت هر جا من الان ماشین لرنینگ بزنم یه گینی دارم. ولی خب متاسفانه با توجه به اینکه ترند شده، من الان خودم مثلا پیپرهای میگیرم برای داوری و میبینم نمیدونم شاید مثلا از 10 تا 8 تا 7 تاش ماشین لرنینگ استفاده کردن بدون اینکه حتی بتونن جاستیفای کنن آیا واقعا یه ایمپروومنتی داره، چون صرفا ترند استفاده شده. و خب الان خودم میبینم، خودم هم پیپر سابمیت میکنم و میبینم داورها الان خیلی کریتیکالن نسبت به این موضوع که فقط وقتی استفاده کنی که میک سنس میکنه، در غیر این صورت چرا یه ایفورت اضافی بزنی. و خب طبق تجربیات میتونم بگم وقتی بهتر استفاده میشه که سلکتیو باشه، یعنی دقیقاً شما بدونی که واسه حل این مسئله مثلا ابجکتیو فانکشن سخت، خیلی زمان بره بیام اونو یه جوری مثلا با ماشین لرنینگ بهبودش بدم، یعنی بدونی دقیقاً چی کار می‌خوایم بکنیم. و یه چیز جالب دیگه اینه که تکنیک‌ها هر چقدر آسون‌تر و لایت ویت‌تر باشن گینشون بیشتره، چون در واقع کامپیوتیشنال ایفورتی لازم نداره یا خیلی کمه.
اما خب در این حال یه سری چالش ها هست که باعث میشه حالا یه آنگوینگ ریسرچی هم باشه رو حوزه‌های مختلف. خب ما میدونیم که همه جا اوورهد داریم، یعنی چیز جدیدی نیست، هر شرکتی هر جایی هم بخواد استفاده کنه هم باید اینو در نظر بگیره، هم یه سری اینفراستراکچر اضافی میخواد. خب حالا جزء چالش است. یکی دیگه از چالش اینه که چقدر این تکنیک‌ها جنرالایزبل هستن یا چقدر اسکیلبل هستن. مثلا شما میای یه نورال نتورک رو ترین می‌کنی رو مسائل TSP مثلا تا 100 تا شهر مختلف، بعد حالا می‌خواید استفاده کنی واسه یه TSP خیلی بزرگتر تا 1000 تا شهر و شاید عملاً خوب کار نکنه چون ترین نشده روی مسائلی با همون سایز و خیلی اسکیلبل نباشه. خب این چیزی هستش که خیلی الان روش کار میشه، رو اسکیلبیلیتی این تکنیک‌ها. یه چیز دیگه از با ماشین لرنینگ ما معمولا فیچر لازم داریم دیگه، ولی خب پیدا کردن این فیچر واسه مسائل اپتیمیزیشن خیلی سخته. اینکه چه فیچری پیدا کنم که سرچ رو درست ریپرزنت کنه. و خب یه سری پیپر روش هست، مثلا یه پیپر خیلی معروفی هستش با یه خانومی هستن کیت اسمیت ماینز اگه اشتباه نکنم 2012 پیپری دادن که فیچرهای مسئله TSP رو درآوردن و میگن کدوم یکی این فیچر رو باعث میشه که مسئله TSP من سخت‌تر باشه یا آسان‌تر. و میدونم که هنوز هم داره کار میشه، ببینن چه فیچرهایی واقعا میتونه استفاده بشه واسه ماشین لرنینگ که ریپرزنتیتیو هستن. و مشکل دیگه‌اش خب یا چالش دیگه‌اش اینترپریتابیلیتی هست. مثلا من الان خودم واسه کارم براشون خیلی مهمه که ببینن چه جوری به این جواب رسیدن و خب به این راحتی نیستش دیگه، خودتون میدونید با نورال نتورک یا هر چیز دیگه‌ای واقعا نمیشه فهمید. ولی خب یک لاین ریسرچی که الان دوباره خیلی اکتیو تو این زمینه و چون یه سری همکاران تو یونیورسیتی آف آمستردام خیلی کار میکنن تو این حوزه بهش میگن کانترفکچوال اکسپلنیشن و به این معنی هستش که دیگه نمیگیم چرا به این دیسیژن رسیدیم. سوال اینطوریه که چقدر ما این اینپوت ها رو تغییر بدیم که به یک پردیکشن یا یک دیسیژن دیگه برسیم، یعنی به طور برعکس به مسئله نگاه میکنم. من دقیقاً سوال آخری که داشتم راجع به همین چالش آخر بود و اون ترانزیشن از فضای ریسرچ به فضای حالا بگیم یا اینداستری یا هلت کیر. تجربیاتی که شنیدم اینه که دقیقاً با توجه به حالا سکتوری که شما میخواین باهاش کار بکنید حساسیت روی این بخش بگیم حالا تفسیرپذیری اون متد متفاوته. یعنی مثلا ممکنه شما حالا یه شرکتی باشه که بخواد یک محصولی ارائه بده، محصولی راجع مثلا بحث سلامتی رو نباشه، مادامی که میدونه من 20% ایمپروومنت میگیرم میگه مثلا ما قرارداد میبندیم. ولی وقتی بحث هلت کیر میشه با اینکه شاید شما در ظاهر نشون بدید که من میتونم مثلا اینجا هم 20% بهبود ایجاد بکنم، اما با توجه به ریسک های بزرگتر اون فیلیر که مثلا 1% ما واقعا ندونیم الگوریتم چیکار میکنه و شاید در یک کیسی اشتباه بکنه انگاری براشون کافی نیست اون ایمپروو بده، چون همونجوری گفتین دیگه جون آدما در ارتباطه و دقیقاً همین حس کردم که هرچند ما میایم به سمت کارهای هلت کیر باید بتونیم که اون به اصطلاح اون بلک باکس ماشین لرنینگ رو تفسیر بکنیم براشون که درسته شاید همه استفاده رو متوجه نشیم ولی حداقل احتمالاً ما داریم این پترن ها رو شناسایی میکنیم و به این دلیلی که به این جواب میرسیم. خیلی جالب بود برام. آره دقیقاً. حالا من دیگه آخرین جمله‌ای که میگم راجع به جن ای آی هستش که اونم دوباره داره استفاده میشه. من خیلی پیپر زیاد ندیدم تو این حوزه، شاید خیلی جدیده هنوز، ولی خب اینجا طوری که میتونه استفاده بشه تو متاریستیک اینه که سولوشن جدید جنریت کنیم از اسکرچ یا اینکه اپراتور جدید بخوایم جنریت کنیم. قبلا بحثی بود که این اپراتورها رو داریم چجوری سلکت کنیم، ولی اینجا بحث اینه که چجوری ادغام کنیم با هم یا یک ایده جدید بسازیم و فکر می‌کنم اینم یک لاین اکتیوی بشه حداقل توی شاید سالهای آینده. خیلی عالی، من واقعا لذت بردم و شاید بتونیم یه الگوریتمی هم پیدا بکنیم که دانشگاه تهرانی‌ها رو به هم وصل بکنیم. من نمیدونم حالا شوخی جدی شاید واقعا بحث ساختن نتورک هم استادی شده باشه، نمیدونم، ولی اگه بود حتما کمکمون کن و خیلی ممنونم ازت. خیلی ممنون از شما که به من دادین و خوشحالم که این گفتگو رو با شما داشتم.